ببینیم کدوم دهه تو تابستون استایل بهتری رو میزنم. آقای یوبس وقتش ببینی چی برات میزنم. اول از همه این شلوار بگ رو انتخاب میکنم. چه استایلی با این استایل نگاه میکنی؟ از این بهتر نداشتی؟ باشه بابا تو خوبی کردی. منم یه شلوار مام پارچه‌ای پس میپوشم. ما تو باید گرنفادر رو بپوشی. منم واسه بالاتنه این تیشرت لانگ به رنگ آبی مه‌آلود رو انتخاب میکنم که رنگش امسال خیلی ترنده. ترند؟ مه‌آلود؟ آخه توی دهه هفتادی چی میدونی ترند چیه؟ بحث ترند بودن نیست، بحث اصالت. منم این پیراهن رو انتخاب میکنم. چقدر سوبری. میترسم کنسل چی. تو نمیخواد نگران من باشی جوجه. شک نکنی انتخاب من تو کتونیا بالنسیاگا آبیه که به استایلم هم میاد. نه مثل بعضیا کالج بپوشم. در هفتادی حوصله کلکل و شما بچه‌ها رو ندارن. فکر نکنم. وقتش دیگه ترنافوتو بزنم. کالج که نه، ولی من از این ونس سفید استفاده میکنم که به هر استایلی هم میاد. میدونی قسمت دارک ماجرا اینجاست. با این استایل ادعای خوشتیپیت هم میشه. میذاریم مردم انتخاب کنن دهه 70 یا دهه 80.